اگه عاشق شکلات و قهوه‌ای این پست برای توه. مقدار دقیق مواد و داخل کپشن واسط نوشتم. این دستور نیازی به جدا کردن سفیده و زرده ها نداره. اول تمام تخم مرغا رو با شکر ترکیب میکنین و تا جایی میزنین که حجمش 2 برابر و رنگش روشن بشه. پودر کاکائو و پودر قهوه رو با شیر داغ خوب ترکیب میکنین. حالا آرد و بیکینگ پودر رو با هم ترکیب میکنیم و روی مایه کیکمون الک میکنیم. 2 قاشق از مایه رو به ترکیب شکلاتی اضافه و بعد با موادمون ترکیب میکنیم. و حالا مایه کیک میره داخل فرن. حالا نوبت فیلینگ کیکمونه. اول خامه رو خوب فرم میدیم. بعد خامه و قهوه‌ای که با 1 قاشق آب حل شده و گاناش رو خوب ترکیب میکنیم. کیکی که خنک شده رو به هر تعداد لایه‌ای که دوست دارین تقسیم میکنیم.